به نیکو شاعری رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری شعر او را برشمردم 13,100,000 هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری. درود و سلام نثار شما مهمانان عزیز، اشتراکچیان، همدرسان مهربان و آموزگاران محترم. با قرار حکومت جمهور ماه سپتامبر ماه رودکی خانی و 22 سپتامبر به خاطر شادگردانیدن روح بزرگوار رودکی همچون روز رودکی اعلان گردیده است. امروز ما تصمیم گرفتیم که با مقصد شادگردانیدن روح بزرگوار چاره‌بینی اهدا نماییم. از زمان زادروز رودکی 22 سپتامبر سال 858 تا امروز 1167 سال سپری شده است. اما خاطره این بزرگوار در دل اهل ادب ابدی باقی مانده است. از عقیده رشید سمرقندی رودکی به قول زیاده از 1,300,000 مصرع شعر نوشته است. به این رقم شک نداریم. به قول رشید سمرقندی شعرهای او را 13 مراتبه گشته و برگشته شمرده است. زیاده از 100,000 مصرع بوده است. متاسفانه تا زمان ما همگی 1000 مصرع شعر از رودکی باقی مانده است و خلاص. رودکی صاحب دیوان بزرگ بوده است. از شاعر به ما ابیات علاهیده داستان‌های کلیله و تیمنه، سیمبادنامه، مثنوی دوران آفتاب و قصیده‌های شکایت اسیری در حجم 34 بیت و مادر می 94 بیت باقی مانده است. این گفته‌های بالا گواهی می‌دهند که استاد رودکی شاعر پرمسئول بودند. سال تولدش 858 وفاتش 241 در دهه زیبا منظر 5 رود پنجکنج حاضره تولد شده است. در سن 8 سالگی قرآن را از خود نموده و شعرگویی و شعرنویسی آغاز نموده است. از این رو او را سردفتر ادبیات کلاسیک با عنوان‌های افتخاری قافله سرای نظم فارسی، صاحب قران شاعران، سلطان شاعران، مقدم شعرا و آدم شعرا و همسان اینها یاد میکنند. این موضوعهای اشعار رودکی گوناگون مضمون بوده. در موضوعهای ازبر نمودن علم و دانش، خیرتمندی، پند و اخلاقی، آدمگری و مردی و عشق و محبت را در بر میگیرد. حالا خوانندگان در موضوعهای در بالا ذکر شده پارچه های شعری قرائت نموده پیشکش شما می نمایند. در موضوع ازبر نمودن خیرت و دانش خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 مرحمت. جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از رای و دانش بی نیاز. مردمانی بی خرد اندر هر زمان، رای و دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند، تا به صنعت در همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بدبرتنی تو جوشن است. تا کی همه جوی من را، چه دور دوست ترزد دشمن را. چرا جوی وفا عجب وفای، چه کوب بیهوده صد آهن را. گر بر سر نفسی خود امیر مردی، بر کور و کرم نکته نگیری مردی. مردی نبود فتوده را پای زدن، گر دستی فتوده بگیری مردی. ای خردمند را باشد فرزند و خردمندی، ورچه دانش دارد و خرد ادب پدر، حاصلی میراث به فرزندی. او پیر به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ این از بحر ستمگاران کردن، نه انگور نه از بحر نبیز است به چار. آن که دیدم دین به بخارا و بوسان تراج، ای زیر ما وسوسه عاشقی،
از تو پذیرد نپذیرد نما زلفی تو را جیم که کرد آنکه او خول تو را نقطه آن جیم کرد وان دهان تنگ تو جوی کسی دانه نار بدونیم کرد آخر پدرت بدش خاشاک زدی ماما دف دوروی چالاک زدی آن در سر گلها تبارک خواندی و آن بر در خانه ها تبارک شد بود که از سوی بخارا و من آید با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید بر هر زن و هر مرد کجا بروزد این بود گوی مگر این بود همه از خوتن آید نی نی زی خوتن بود چونین خوش نوزد هیچ کان و بود همه از بر معشوق من آید آمد بهار خورم با رنگ و بوی تیر با صد هزار نوست و آرایشی عجیب شاید که مردی پیر و دینگر شود جوان گیتی و دل یک شفا از پی مشید بخندد لاغ در صحرا بسانی چهره لیلا بگرید ابر در گردون بسانی دیده مجنون زی آبی جوی هر ساعت همه بوی گلو باید درون شسته است پنداری نگار من روخی گلگون مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود نبود دندان لابل چراغ تابان بود سپید و سیم زده بود و دور و مرجان بود ستاره سحری بود و قطره باران بود یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت چی نحس بود؟ همان که نحس کیوان بود نه نحس کیوان بود و نه روزگاری دراز چی بود من بگویم خضای یلخان جهان همیشه چو چشم است گردگردانش همیشه تا بود آیین گردگردان بود همانا که به جای درد شود درمان باشد و باز درد همان که درمان شود با کی از سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد گوی موگر آن باد همه از خوتن آید ای شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان ای تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر ای بلبل پنلو تو باید این سرودت رو در نزد شاه بخونی باید شاه تو را قدردانی کند آی مردم شادیانه دهید هنر جعفر ما به گوش آل حضرت بخارا رسیده است و ناصر ابن احمد سامانی او را بر دربار خود دعوت میکند ای کاش همین خیمه بود آفرین بوده که اگر و بخارا رفتی همدیارانت را فراموش نکن میگویند که روزکی شاعر و شواذی از فرانسی شبخم شعر نکو میگوید و سرنده و شواذی هم هست در علاقات هم رواز نقش و باید ایمیزان مرد خود دعوت کنید او برسانه و دربار بیاید و ملاها و دوا و دیگر خطبانی دربار رو بیاید که در آن روز همه حاضر ناظر باشند ولی حضرت هم شاعر روزکی فرانسی و دربار تشریف آورده است اگر اشعار و فرمایش اجازت دارد دستی شما را کشور نیست یا کسی که هایش میشه تاسیسی شوریت را از زبان وطنی همین بسیار شنیدم
کارهای دربار من در سوال جواب تا آن چیزی نگفتم. اکنون تو برای من یک شعر بگو که آن با سوال جواب ایشو شده باشد. بچه‌ش مرتبطم. آمد برای من کیان کیفر بی سحر در صندل دیگه ترس خسمش می‌خدر آزامش مصطفر کجا بردمی کرد لب بودمت چیزی تبدیل کوچکر وای 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 تانستم وقت رو داده از این روز بعد کودکی سلطان شاهی را مینامد. دیان آید همه دیاری مهربان آید همه زیگیان گفت روشی را پیور زیر پایم پرنیبان آید همه آب جیمون از نشاطی روی دوست شنگی ما را تا میان آید همه ای بخارا شاد گوش و دلزی میر نزدت شادمان آید همه میر ماه از تو بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همه میر سلب از تو بخارا بوستان سر سوی بوستان آید همه کس برای تو شاعری رودکی را در سری آن شاعران زیبت سری هر که به استاد کرد آغاز کار و بار او ندارد اعتبار دامنی استاد گیر و شاد شو مدت خدمت کن و استاد شو تو جهان بود از سری آدم فراز کس نبود از راه دانش بی نیاز مردمانی بی خیرت اندر زمان راه دانش را به هر گونه زمان گیر کردند و گیرانی داشتند تا به سنگ اندر همه بینگاشتند دانش اندر گیر چراغی روشن است بس همه بر تنی تو جوشن است هر بود که از سوی بخارا و من آید با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد گویی مگر آن باد همه از خوتن آید نه نیز خوتن باد چنین خوش نوزد پیش کان باد همه از بری معشوقی من آید هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید کوشم که بپوشم صنم و نامی تو از خلق تا نامی تو کم در دهانی انجمن آید